گرفتن جور کردن امو علمای خدا که یعنی صفت علم سرش غالب بود، یا عابدای خدا که پیرا و شیخایشان بود، یا را برای خود رب جور کردن. عدی ابن حاتم را در یک صحابی نصرانی بود اول، وقتی که او چی کرد اسلام آورد از پیغمبر علیه السلام سوال کرد که یا رسول الله قرآن کریم ما را میگه که یا علما و پیرای خدا رب جور کرده، ما خود رب جور نکردیم، ما خو اینطور عقیده نداشتیم که او خالق است تدبیر امور میکنه ایگه پاره. چطور الله ما را گفته؟ پیغمبر اسلام گفت چرا؟ آیا اگر براتون یک چیزی را حلال میگه شما حلال عقیده نمیکنید؟ گفت بله. اگر حرام میگه حرام عقیده نمیکنید؟ گفت بله. گفت نمی رب جور کردن است. پس معلوم شد که اینجا رب معنی است که او را حق تشریع میدی، حق قانونگذاری میدی، حق تحلیل و تحریم برش قائل میشی. وقتی این کار کردی او را رب گرفتی که با تاسف همین موضوع فعلا در معاشره ما موجود است. پیر صاحب فقط همین قدر میگه کمری دختر بسته کردم خلاص بند شد، نکاح حلال است، اما دیگه بر عقیده اینمی مردم حال نکاح این دختر چی میشه؟ حرام میشه. خیر اینی را مردم میگه که حق قانونگذاری را برای زو دادی، اینمی را حق قانونگذاری میگه.